درود خداوند بر کل بیننده ها و شامتان بخیر و شادی باشد. محترم بیننده های ما در شهر سورگوت و نفتوگانسک و تابولسک و اینچنین یکاترینبورگ و چلیابینسک و سهم شما میخواستم رسانم، چون ویدیوی پیشینه با گفتگی بودیم که یک ماشین است در خود کم سورگوت ایستادگی است، دونوش میبیارد از همونجا، میخواد هرچی زودتر به وطن باراتون بیارد. اما شما بسیاری بیخبر مونده، حساب این که یوتیوب محکم شدگی است در روسیه و نمیدونید. خیلی بعضیتون اگر دانسته باشید اگر ایرو کنید، مردم با خبر کنید که همین اکام که این زمان در فدراسیون روسیه هستن همون بار میبیارن، یعنی که دونوش 1 کیلوش 80 روبل کرده برای آورده تو تاجیکستان خانه‌تون آورده. نه همین رقمی که در اکران میبینید که دوستو یا زنگ زنید یا همین اکام دستگیری کنید که میم چی کاره. دویم باره از من درخواست کرده شدن که همین یک گویم اکو به طور ما بیننده داشتیم در روسیه، همون بیننده هایی که ما رو میبینید یا با یارو دوستاتون یا خودتون بار و کاراتون باشه دیگر حتما بار کرده به این ماشین زنگ زده بار کنید. خدا خواهد ساق سالم بشکست رخ انشالله. اولش خداوند، دومش احتیاطکاری این برادر اکوی محبت هستن پیروز از خوجگی زرافشان، میتونید باراتون دیل پر بار کرده. از این 5 شهری که من اعلان کردم شاید باز زنگ زنید دیگه شهر دیگه هم باشن، اگر شاید همونجا هم دسترسی کنن خودشان برای آوردن بارو کاری شما. خداوند مددگار شما باشد دوستو. ایلیم بارو چویاتون همش سوق سلامت، کسانی که بار کرده و نیتی بار کردن دارید سوق سلامت به خانه‌تان رسد. رقم برای تماس اگر چشمتان خیره باشد مبادا +992 92 835 99 20 واتساپ تاجیکستان است. به حضور زنگ زنید. ولی با واتساپ ها را محکم شده است که گپ زدن نمیشه. جلسه وای کنید یا که نویسید حتما در طول روز برای شما جواب میتونم نکن. ماشینشون خدا خواهد دلپوره، خدا خواهد این که چندین بار ستارکس چیده و سپرینت یا خط رفته هم دیگه تجربه دارم. واقع سربلند خانواده باشید. اکام بام خداوند برکتیت، ما بام و شما بام همه با خداوند برکات نازل کند در کدام کار و بار هستیم دوستو. اگر به درازا نمیکنیم خلاصی کلام زنگ زنید بارات عاصمه سورگوت و نفتوگانسک و تابولسک و اینچنین یکاترینبورگ و چلیابینسک میارن دوستو. اونجایی نمیدونم چه خیلی جا هست. خلاصه زنگ زنید یا دستگیریشون کنید، خال پرسشون کنید. او زخمش هم بسیار در سری در ماشینشون خام نرونده، حال پرسشون کنید با هوشون پریشان میشه. خدا خواهد میبینید که کشایش کارشون در خدا نگهدار.